به نام خدا. سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. همونطور که قولش رو داده بودیم، در این ویدیو قراره که به شما آموزش بدیم که چگونه اینستاگرام رو بدون فیلتر کنید و بتونید که بدون اینکه فیلتر شکنی رو روشن کنید از این اینستاگرام استفاده لازم رو ببرید. خب طبق روال همیشگی میریم که یه اینتروداکشن تیزر از کانال ببینیم و بعد از معرفی کانال میریم سراغ آموزش. به نام خدا. سلام بچه ها، من حسین هستم. همونطور که دارید مشاهده میکنید اسم کانال حسین اسمارتیس هست. این کانال هوشمند یعنی کانال هوشمند حسین. بگذاریم. واقعا خوشحال میشم که به ما بپیوندید و عضوی از خانواده هوشمندها باشید و برای حمایت کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم لمس کنید و این ویدیو رو لایک کنید. حالا میتونیم بریم سراغ آموزش. خب دوستان، سلام مجدد. امیدوارم که حال دلتون واقعا خوب باشه و کار خاصی قرار نیست که شما انجام بدید. فقط و فقط میایید به این قسمت و وارد تنظیمات گوشی میشید. حالا من از این قسمت وارد شدم. خب نکته ای که یادم رفتش، اینستاگرام رو به شما نشون ندادم. اینستاگرام به هیچ وجهی کار نمیکنه چون که به فیلتر شکن احتیاج داره و همونطور که میبینید وی پی ان هم اینجا متصل نیست. ما کاری که میکنیم وارد همون قسمت تنظیمات میشیم. در اینجا سرچ رو فشار میدیم و گزینه زبان رو تایپ میکنیم. یادتون باشه که زبان شما وقتی که دارید به این قسمت مراجعه میکنید باید فارسی باشه. پس اگر زبان شما انگلیسی هستش، شما باید زبان رو یک بار فارسی کنید و با من همراه بشید و به این قسمت برید. وقتی که وارد این قسمت شدید، این قسمت رو میارید پایین و در این قسمت روی گزینه حالت هواپیما میفشارید. وقتی که گوشتون رفتش روی حالت هواپیما، میایید اینجا و زبان انگلیسی انگلستان یعنی یونایتد کینگدوم رو انتخاب میکنید. حواستون باشه که انگلیسی های دیگر رو انتخاب نکنید. انگلیش یونایتد کینگدوم. و وقتی که زبانتون رو تغییر بدید، زبانتون خب انگلیسی میشه دیگه، تغییر میاد و انگلیسی میشه. و شما یک کاری که میکنید، میایید اینجا و این حالت هواپیما رو خاموش میکنید و یک بار اینترنت خودتون رو خاموش و روشن میکنید. و وقتی که این کار رو کردید، یه خورده طول میکشه تا گوشیتون یه خورده لود بشه. ممکنه گوشیتون یه خورده اذیت کنه، مهم نیست و بعد از 2-3 ثانیه گوشیتون به همون حالت عادی برمیگرده. ما همونطور که میبینید اینجا اینستاگرام روشن هستش و اینستاگرام رو خاموش میکنیم و میریم که دوباره وارد اینستاگرام بشیم. خب ما روی این گزینه فشار میدیم و اینستاگرام رو روشن میکنیم. همونطور که میبینید اینستاگرام ما انگلیسی شد و به راحتی هر چه تمام اینستاگرام ما به صورت بدون فیلتر شکن کار کرد و ما تونستیم به راحتی هر چه تمام اینستاگرام رو بدون فیلتر کنیم. خب همونطور که میبینید کار میکنه، همه جوره این اینستاگرام هستش و ما به راحتی وصل میشیم و همونطور که میبینید این فیلتر شکنی هم وصل نیستش که ما بخوایم استفاده کنیم و اینکه امتحانش مجانیه و شما میتونید این کار رو امتحان کنید و ببینید که به راحتی برای شما هم بدون فیلتر میشه و به شما جواب خیلی باحالی میده. خب میبینید دیگه الان اینستاگرام هستش که بدون فیلتر شکن به راحتی داره با سرعت خیلی بالا کار میکنه. چیز خاص دیگه ای نمیمونه. همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار شما.